مدام جیغ میزد و فریاد میکشید. باورش نمیشد که واقعا میخوان بکشنش. مهیار 12 ساله گیج و لنگان پرید توی حیاط و قصد فرار داشت. چند تیر به پا و کمرش خورده بود. دختر 12 ساله یه گوشه پناه برده بود و التماس میکرد که از خونش بگذرن. سلام دوستان، به کانال بازجویی خیلی خوش اومدین. اما اونا تصمیمشون رو گرفته بودن و چند ساعت بعد دختر 12 ساله واسه خاکسپاری آماده شد. شنبه 17 شهریور ماه سال 401 ساعت 7 شب زنی گریه کنون و با حالتی آشفته به کلانتری شهر سرپل ذهاب، شهری در جنوب غربی استان کرمانشاه مراجعه کرد و گزارش مرگ ناگهانی دخترش داد. اون خانم به مامورین گفت دیشب با شوهرم بحثمون شد. منم خونه رو ترک کردم تا امروز که شوهرم زنگ زد بیا دخترت مهیار خودشو کشته. من دیشب با مهیار کلی حرف زدم. اون ناراحت بود که من مدتی از خونه میرم، ولی نه اونقدر که بخواد خودشو بکشه. حدس من اینه میرعلی شوهرم که کم آورده بود به خاطر عصبانیت اون شب شنین بلایی سر دختر من آورده. آخه مهیار بچه‌م فقط 12 سالش بود و این چیزا رو نمیفهمید. در پی شکایت مادر مهیار، پرونده بررسی مرگ این دختر 12 ساله اهل شهر سرپل ذهاب کرمانشاه تشکیل شد. نیروهای آگاهی و تیم بررسی صحنه جرم به خانه خانواده نادری رفتن تا راز مرگ این دختر رو کشفش کنن. پلیس دقیقاً وقتی به خونه پدر مهیار توی شهرک زعفران رسید که اونا مهیار رو غسل داده بودن و آماده تشییع جنازه این دختر بودن. نیروهای انتظامی جلوی تشییع جنازه رو گرفتن و جسد مهیار رو به پزشکی قانونی منتقل کردن. 3 از مردای خانواده هم طبق صحبت‌های همسایه‌ها به عنوان مظنون بازداشت و به اداره آگاهی منتقل شدند. اون 3 نفر پدر، برادر و عموی مهیار بودند. بازپرس آگاهی دستور داد تا خونه مهیار رو قرنطینه کنند. تیم بررسی صحنه جرم به خونه پدر مهیار اعزام شده بودند. تلاش‌ها برای کشف راز مرگ مهیار آغاز شد. همچنان که گروهی در داخل خانه مشغول بررسی بودند، چند نفر پرسجو از همسایه‌ها رو شروع کردند. همسایه روبروی این خانواده به کارآگاهان گفت والا من به کسی تهمت نمیزنم، اما اون روز مدام صدای جیغ کشیدن مهیار رو شنیدم. رفتم روی پشت بوم و از بالای نگاهی انداختم. دیدم مهیار داره توی حیاط میده و یه چیزی فرار میکنه. 15 دقیقه صدای جیغ و داد میومد، ولی بعدش یهو همه چی ساکت شد. جزئیات به دست اومده از این حادثه توسط ضابطین قضایی ثبت شد. روز بعد مادر مهیار به کلانتری احضار شد و بازجویی از مظنونین هم آغاز شد. مادر مهیار ماجرا رو اینجوری تعریف کرد که شوهرم شدیداً آدم بد اخلاقیه. همش باید حرف خودش باشه و سر کوچکترین مسئله دعوا را میندازه. اون روز هم بحث سر ازدواج مهیار بود. وقتی مهیار به دنیا اومد، شوهرم نافش رو به اسم پسر برادر خودش برید. من همون موقع هم مخالف بودم، ولی کی گوش به حرف من میداد. وقتی مهیار 9 سالش شد، رسما اومدن خواستگاری و شیرینی خورده هم شدن. پسرعموی مهیار 10 سال از مهیار بزرگتر بود. اون روزم برادر شوهرم اومده بود تا در مورد مراسم عروسی حرف بزنه که من جلوشون وایسادم و مخالفت کردم و گفتم این دختر هنوز 13 سالش هم نشده. تا کی میخواید این اشتباه تکرار کنید؟ من خودم قربانی کودک همسری بودم و نمیخواستم دخترمم به بلایی که من گرفتارش شدم دچار بشه. بعد از مخالفت من شوهرم هم طبق معمول قاطی کرد و کار به فحاشی کشید. منم بهش گفتم دیگه تحمل نمی کنم و وسایلم رو جمع کردم و رفتم خونه پدرم. میخواستم مهیار رو هم با خودم ببرم. اون گریه میکرد همراهم بیاد، ولی باباش نذاشت با خودم ببرمش. مهیار رو کشون انداخت توی اتاق و در رو بست. من تو مسیر به مهیار زنگ زدم و آرومش کردم. بهش گفتم نگران نباش قربونت بشم، مشکل رو حل میکنم و با خودم میبرمت. همه چی هم به خوشی تموم میشه. ولی آخه چه خوشی؟ اینجا همه مشکلات با دخالت مستقیم بزرگان طایفه حل میشه. منم باید به خونه پدرم میرفتم تا بابام با بزرگان طایفه صحبت کنه. مهیار اون شب واقعا آروم شده بود. فرداش که شوهرم زنگ زد و گفت بیا دخترت خودشو کشته، دنیا روی سرم خراب شد. نمیدونستم چی کار کنم.
رفتم اونجا و دیدم سقف پر از گلوله و جای ساچمه. یکی از اقوام خانواده نادری که شب دعوای پدر و مادر مهیار تو خونه‌شون حضور داشته به خبرگزاری‌ها گفته ما رست داریم اگه کسی زنشو به خواهر و مادرش تشبیه کنه و 3-4 بار اینو بگه، زن دیگه طلاق داده شده و به مرگ محرم نیست. اون روزم بحث طولانی شد و میرعلی بابای مهیار برگشت به زنش گفت حالا که مخالفت این وسط هستی، تو مادر منی، خواهر منی، طلاقت دادم. بعدش هم گفت از خونه من گم شو بیرون که مادر مهیار وسایلشو جمع کرد و رفت خونه باباش. تو پرسجوهای بیشتر از همسایه‌ها در مورد روز قبل اونا گفتن به وضوح صدای شلیک گلوله و جیغ‌های مهیار رو شنیدن و پسرعموی مهیار که در واقع نامزدش به حساب میادم اونجا حضور داشته. بازجویی‌ها از پدر، برادر، عمو و نامزد مهیار در حال انجام بود که با رسیدن گزارش پزشکی قانونی فرضیه خودکشی به طور کامل رد شد. در گزارش پزشکی قانونی ذکر شده بود این دختر چندین بار مورد شلیک اسلحه شکاری وینچستر قرار گرفته. جراحت گلوله ها نشون میده که توسط خود مقتول نبوده و اسلحه کمی از مقتول فاصله داشته. شفافتر بخوام توضیح بدم، این موضوع به سادگی از پخش شدن ساچمه های اسلحه شکاری قابل تشخیصه. چون هر چقدر از فاصله بیشتر چلیک بشه، ساچمه ها فاصله بیشتری از هم میگیرن و پخشتر میشن که این مسئله تو بدن این دختر و دیواره های دستشویی که داخلش به قدر رسیده بود مشهوده. شلیک های ابتدایی تأثیر بیشتری روی ناحیه کمر مقتول گذاشتن، اما آخرین شلیکی که به سر و گردن مقتول خورده بود باعث مرگش شده. کارشناسان جرمشناسی هم گزارششون رو کامل کردن و به بازپرس پرونده تحویل دادن. شلیک های روی دیوار حیاط، شواهد موجود در صحنه قتل، صحبت همسایه ها مبنی بر جیغ و داد و گریه مهیار و درگیری مادر و پدر این دختر در نهایت موجب شد بازجویی ها با فشار بیشتری ادامه پیدا کنه و پدر مهیار به قتل دخترش اعتراف کنه. امیرعلی گفت قتل مهیار کار خودش بوده و با اسلحه خودش شلیک کرده. اما وقتی اثر انگشت او با اثر انگشت روی اسلحه توی انباری مطابقت داده شد، اون مجبور شد حقیقت ماجرای روز قتل رو بیان کنه. دختر من نامزد داشت. یه روز نامزدش زنگ زد و گفت هر بار مهیار رو میگیرم خطش مشغوله. جوابمو نمیده و سر و گوشش یه جای دیگه میجنبه. من اون لحظه سر حرف پریدن‌های این دختره احمق مورد بی احترامی قرار گرفتم. نمیدونم چرا تا اون موقع متوجهش نشده بودم، ولی گفتم بیاین سریعتر عروسی کنین. بگیر ببرش تا این مشکلاتتون کمتر بشه. سر همین ماجرا با زنم دعوام شد. اون میگفت نه هنوز مهیار بچه است و وقت ازدواجش نرسیده، اما هرچه زودتر صورت میگرفت بهتر بود. خلاصه دعوای من و زنم بالا گرفت و منم طلاقش دادم تا گم شه بره خونه باباش. اون شب بعد از دعوای من و اون مادر نمک نشناس، مهیار تو اتاقش تا صبح گریه کرد. صدای گریه کردنش می اومد ولی من توجهی نکردم و خوابیدم. فرداش پسرم اومد و گفت انگار مهیار به پسر زنگ زده و داره خیلی یواش باهاش صحبت میکنه. پشت در اتاق رفتم و با دقت گوش دادم. از اون ور خط صدای یه پسر نوجوانی می اومد. منم درنگ نکردم و با لگد در رو باز کردم و گوشی رو از دستش گرفتم. پشت خط یه پسر غریبه بود. مهیار داشت به نامزدش خیانت میکرد. خون جلوی چشامو گرفته بود. به این فکر کردم کی من اینقدر بی غیرت شدم که دخترم به نامزدش خیانت کنه. این هرزه میخواست با این کاراش آبرو و شرف منو ببره. داشتم مهیار رو دعوا میکردم که در حیاط زدن و در باز شد. لقمان نامزد مهیار بود که برای بردن پدرش و فهمیدن نتیجه صحبت‌های دیشب اومده بود. تا متوجه شد ماجرا چیه، با عصبانیت بهم گفت دیدی گفتم عمو؟ دیدی گفتم دختر داره هرزگی میکنه؟ جای هرزه تو قبرستون هست، نیست؟ منم همون لحظه که تحملم سر اومده بود رفتم اسلحه شکاری رو آوردم و بهش دادم. از طرفی تحت اون شرایط قرار گرفته بودم، از طرف دیگه هم بهش حق میدادم که عفت و آبروی خودش و نامزدش رو رفته بدونه. پسر داداشم هم مثل خودم غیرتیه. اونم نتونست با این مسئله کنار بیاد و با اسلحه رفت داخل ساختمون و سراغ مهیار. اولین تیر که شلیک شد
مهیار با جیغ و داد و گریه لنگان لنگان از ساختمون بیرون پرید. چند تا از ساجما به پاش خورده بود و از خونی که می اومد وحشت کرده بود. مهیار سعی داشت از ضرب حیات فرار کنه که لقمان با اسلحه جلوشو گرفت. اون فرار میکرد و نامزدش سعی میکرد بازم با اسلحه اونو مورد هدف قرار بده. چند تا از ساجماها به کمرش خورده بود و توان فرار نداشت. جیغ زنان خودشو داخل دستشویی انداخت و در و بست. مدام با صدای بلندی جیغ میزد و التماس میکرد: بابا تو رو خدا نذار منو بکشه، به خدا من کاری نکردم، من آبروریزی نکردم و از این حرفا که این التماسا هم خیلی سریع خفه شد. لقمان که قدش بلند بود از بالا از شیشه پنجره دستشویی اسلحه رو برد داخل و 2 تا شلیک دیگه کرد و از قطع شدن صداش فهمیدیم تموم کرده. بعد هم که سریع مراسم کفن و دفن رو برپا کردیم، ولی مادر نفهمش شکایت کرد و مامورین جسد و زمان تشییع ضبط کردن و ما رو هم آوردن اینجا. پاسپورت که از قساوت قلب این پدر و پسر تعجب کرده بود، دستور بازجویی از لقمان نادری و باقی متهمان رو صادر کرد و آنها برای بازسازی صحنه قتل به خونه پدر مهیار برده شدند. پرونده قتل مهیار نادری تکمیل شد و به دادسرای مرکزی کرمانشاه فرستاده شد. پدر مهیار طی چندین دادگاه اعترافاتش مبنی بر قتل مهیار توسط نامزد دخترش رو رد کرد و چون دوستی ساده دخترش با پسر دیگری را بی‌غیرتی از طرف خودش میدید، قتل دخترش رو گردن گرفت. میرعلی نادری توی دادگاه گفته اعتراف اولی هم که گفتم خودم دخترم رو به قتل رسوندم. درسته؟ باقی صحبت ها مبنی بر دست داشتن نامزد دخترم به خاطر تحت فشار قرار گرفتن توسط بازجویان بوده، چون بیشتر حدس می زدن مقصر لقمان باشه. لقمان نادری پسرعموی مهیار که بعضی رسانه ها در خبرهای اولیه اونو پسرعمه مهیار عنوان کردن، با گردن گرفتن خط توسط پدر مهیار احتمال داره بتونه تبرئه بشه و از قصاص فرار کنه. اگه تبرئه نشه برای اون حکم اعدام میبرن و میرعلی هم تنها به خاطر نگهداری اسلحه جریمه میشه. اما اگر لقمان تبرئه بشه، همونطور که خودتونم اطلاع دارید، قانون ما پدر رو به خاطر قتل بچهش قصاص نمیکنه و احتمالاً پدر مهیار به اتهام قتل دخترش به 5 سال حبس و پرداخت دیگه دخترش و اتهام استفاده از اسلحه طبق قانون مجازات اسلامی به 10 سال حبس و 70-80 تا ضربه شلاق و پرداخت جریمه نقدی محکوم بشه. ممنونم که تا پایان این پرونده با من همراه بودید. خوشحال میشم کانال رو سابسکرایب کنید و با لایک کردن ویدیو از ما حمایت کنید.